بانو از خودت دست نکش، خودت چتر باش، خودت ابر باش، خودت باران. هر وقت هم که تنت سرد شد تنهاییت را بغض نکن، آواز کن، با صدای بلند برای گرمی دلت بخوان. بانو یک دل سیر بخند، بخند به ریش این روزگار، بخند به ریش این روزگار، بگذار برون آنانی که آرامش روحت را دست خوش زمشت می کنند، آنانی که بلندی روحت را نمی بینند اما فرود و فراز تنت را خوب می شناسند. راستی بانو حال دلت چطور است؟ چند وقتی است که رویا ندیده ای؟ راستی نکند که اشک بریزی، یادت نرود قول داده ای که تنهاییت را با گریه نشان ندهی. با تشکر. زکیه ریور احمد، نخستین دختر افغانستانی که قله اورست را فتح کرد. زکیه این صعود تاریخی را فقط برای یک دستاورد شخصی انجام نداد. هدف او حمایت از زنان و دختران افغانستان است و رساندن پیام امید، قدرت و ایستادگی به تمام کسانی بود که با محدودیت‌ها و سختی‌ها روبرو هستند. او می‌خواست به دختران افغانستان یادآوری کند که رویاهایشان ارزش جنگیدن دارد و هیچ مانعی نباید آنها را از ادامه مسیر باز دارد. او یک نام برای خود انتخاب کرد. او برای خود نام ریور را انتخاب کرد. ریور یعنی رودخانه‌ای که هیچ وقت متوقف نمی شود و همیشه راهش را پیدا می کند. او نیز می‌خواست مانند یک رودخانه با امید و پشتکار به حرکت ادامه دهد. زکیه ریور احمد را به روی استیج دعوت کرد. سلام به کلگیشیم. ما بخیر یخی های قلبیم باز میشه. مو سردی هایی که از اورست قطعات خوردم احساس منم که مو محبت در دلم تازگی میره. I really want to talk about, like, 3 months ago I was here, I was confused, I was nervous, and I had a big mountain ahead of me. And I had pain on my body and I was not sure what I'm doing. But the only thing I had on me was I was healthy and I believed on myself that I can do it. When I was here, I asked our community to help me with my funding, and I raised 1,400 Australian dollar. But I think after 3 weeks I left Australia to Nepal. With that money, very little money, I believed I had, I think, 6,000 or something, but without equipment. When I made it to Nepal, I climbed 2 more mountains. I pushed very hard. I found community. And I said to myself when it was very tough time, I said, you can do it, you have to prove it. I never gave up, and I made it to the top of the world. And I found my community to support me. And the things, but I'm so sorry I have to talk on online video right now, but it will not to be too long. بعد از اینکه ما اورست را فتح کردم و کمیونیتی خود را پیدا کردم که ما را سپورت کنه، در کمک بابا مزاری فاندیشن ما یک کمپین را راه انداختیم به نام 1000 زن و 1000 آینده و هدف از ما امیم بود که ما در این مقطع تاریخ باید صدای زنان را که 5 سال فراموش شده و انگار کلگی در مورد
نرمال سازی منه باید ما ببرم در بلندترین نقطه و این ما را رساند تا بلندترین نقطه که ما این کمپاین را اندازی کردیم و چرا این موضوع بلدیزم خیلی مهمه چون به عنوان یک زن اگر ما در استرالیا زندگی کنیم ما میتونیم زندگی راحت داشته شیم تخت خواب راحت داشته شیم ولی ما گفتیم ما باید یک کار جدید کنیم و این موضوع بلدیزم خیلی مهم است و کلگیز ما این را احساس می‌کنیم. Why Everest? When I was in base camp, a journalist asked me وقتی که ما در اونجا بودیم یک خبرنگار از من پرسان کرد why Everest? I wanted the attitude. I said by attitude. I said why not? Why not me? And he said okay. به خاطری که بلندترین نقطه در روی زمینه و کوهنوردان که در اونجا مورد با یک مسیج خاص مورد و رسیدن در یک قله آسان نیست و هر کسی که از من پرسان کنه سختی های خیلی زیاد داره کمبود اکسیژن جسدهایی که منگرنی از دست رفته و شمال زیاد آیس یخی های پارا پاره از او خاطر گفتیم همی سختی را تحمل کنم و مشابه میدیم در وضعیت زنان فعلا در افغانستان هر تپه‌ای که فتح کنم در اما مشکلات ها را درکی را بالا برم. My challenge as a first Afghan woman when I get to the top, the highest peak on earth, it was so difficult financially. و نمیتونستم کمیونیتی را راضی کنم که ما را سپورت کنه. 3 سالی که آدم در استرالیا زندگی کنه با کدام مشکلات کنار باید زبان، کمیونیتی ساخته و از اینکه به حیث یک ورزشکار چه رقم تو ترینینگ خو پیش مبری و چه رقم دایتیشن خو پیش مبری این چیزا ما خیلی استراگل کردم و در موردی که شاید در مورد اورست کلگی بفهمم یخ او lack of oxygen این چیزا و mental health که تو چقدر استرس دیده اونجی lack of food, the lack of sickness, I'm so happy to talk. Thank you so much, everyone. I would like to say to Zakia John Ahmed, that we are all so proud of you. We are all so proud of you because this is what she has done is not an easy thing, and everyone cannot do that. So I would like to say we are so proud of you from everyone in here. We are all so proud of you. Please give her a round of applause. تشکر از همگی شما عزیزان دل واقعا برای ما افتخار است ببینن نیت پاک زکیه جان را که فقط برای دختران خواهران خود که در افغانستان اینقدر زجر میکشن شاید خیلی ها هست که می فرصت داره ولی این کار انجام نمیدن because they choose to. That's where I'm so proud. I'm so proud of you زکیه جان. در این بخشی از برنامه از مدیر انجمن فرهنگی ون خواهش میکنم آقای حفیظ اسدی روی استیج تشریف آورده و تحفه زکیه جان را اهدا کنند. دوستان گرامی چه احساس داریم؟ خب لطفا یک تشویق جانانه بکنیم. راستش هفته پناهنده به تنهایی خود یک عالم پیام و معنا داره. هفته پناهنده با تمام قصه های خود بلده کمیونیتی ما و شما یک عالم و این پیام این هفته را و معنای این واژه را صعود موفقانه خانم زکیه احمد در ماونت اورست چند برابر ساختن و حضور شما نشان میده که ما آماده هستیم که از صعود خانم‌های جامعه ما به سمت غذا بریم. قبل از اینکه به سمت غذا بریم بخش بسیار هیجانی آخر برنامه ما را اجرا میکنیم. البته مرا اعلام کردن که این تقدیرنامه یا
آنری رکنیشن که ساختیم برای شدیم ولی من نمیکنم به خاطر که ما کلان نیستم. ما میخوایم که از بزرگا و دوستای که در نهاد هستن دعوت کنیم از جناب آقای زبی معذوری رئیس نهاد، تشریف برن آقای معذوری عزیز، از کوآردینیتور این برنامه‌ای که امشب ما داشتیم جناب احمد شهرزاد دعوت میکنیم تشریف بیارن، و از کسی که این دکور انجام دادن، این زحمت کشیدن، خانم کبرا غلامی دعوت میکنیم تشریف بیارن، و از انجینیر سید بیسودی بزرگ نهاد ما دعوت میکنیم تشریف بیارن و تمام اعضای نهاد لطفاً تشریف بیارن. از جناب عابد، جناب فرهمند، جناب آقای کریمی، جناب آقای ملتیار و تمام اعضای نهاد تشریف بیارین. دیگه خوشی شما هم شریک شوید در افتخار. And also I would like to invite the Mayor Stephen, who recently joined Vaughan's board member to present the award to Zakia Ahmad. Congratulations, Zakia. Umaira Timuri and also Fariza Ibrahimi, the staff member, please join us. خانم فریزه تشریف برید. خانم مایرا، شما این دو خانم کارهای اصلی دفتر پیش ببرند. 1400 در کلان ملی آزاد کردن. رجون از ما افتخار میکنیم. خیلی زحمت میکنیم. بارک از خانم زکیه شما. چند قطعه عکس خوبم بگیریم که البته بعد از غذا ممکن است که دوستان بازم در این مکانی زیبا یک عکس داشته باشیم که سوال علاقه داشته باشه به اینجا یا در جایی که میدیوان است. برید لطفاً در جای خود بشید.